الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان عزیز گرامی، قبل از همه از پروردگار برای هر یکی شما و اهل خانواده و پیوندان، عزیزان و نزدیکان همه شما عزت و برکت و سعادتی ابدی رو آرزو و تمنا میکنم. خداوند عزوجل همیشه، همه وقت و همه سال و همه روزی ما و شما رو مبارک و با برکت بگرداند و همیشه زیر سایه رحمتش قرار بدهد. اگر پروردگار با رحمتش نظر کنه، تمام عزت و برکت و سعادتی دنیا و آخرت برای اون بنده اش هست. موضوع امروزه ما صحبت امروزه ما در موضوع همبستگی، وحدت، سرجمعی، متحدی یک مذهبی است. بینندگان عزیز گرامی، تجربه حیات، زندگی اثبات کردگی هست که هر ملتی، هر دولتی، هر قومی یا هر عائله در دایره خود اگر همه در یک جایگی یکدیگر فهمی داشته باشند، حالا اون پدر و مادر مهربانترین انسان نسبت فرزندان باشد و این فرزندان نسبت پدر و مادر بسا احترام و قدردانی داشته باشند، اون خانه بهترین خانه است و تمام خیر و برکت الهی در اون خانه هست. همه بی برکتی و نحسی و کسرتی و کثافتی و ناکامی و بدبختی ها از نفاق و از نزاع و از بدبینی و از عداوت و از دشمناگری و از پراکندگی به وجود می آید. خیر و برکت الهی در آن همون متحدی است. فیض و برکت الهی در آن همون یکدیگر فهمی و یکدیگر قدرکنی هست. در تمام معامله ها، چه معامله عقداداری باشد، چه زن و شوهری باشد، چه اپا و خواهری باشد، چه اکا و دادری باشد، چه اپا و دادری و فرق نمیکند، یعنی منطقه و کشور، این همه اگر باشد، انسان ها در زندگی میکنند. خوشبختترین انسان ها در زندگی هستند. همه به چشم سر میبینند. این واقعیتی هست که هیچ کس انکار کرده اش نمیتواند. حالا همین همبستگی و یکدیگر فهمی و وحدت و خصوصا وحدت ملی ما باشد، وحدت ملی ما پابرجا و مستحکم باشد. همین وحدت ملی ما نیست که بعد آرامی اینقدر، یعنی مسجد ها رو ببینید، مسجدی در منطقه بهترین و زیباترین و وسیعترین و دانشکده اسلامی، یکی از ساختمان های بهترین عصر و بهترین و زیباترین منطقه یا حتی سابق اتحاد شوروی، همه این در نتیجه همون وحدت ملی، این همه نعمت های آرامی و برادری هست. وقتی که مسلمان ها، وقتی که مردم کشور، حتی ملت های گوناگون این کشور، مادامی که در اینجا وقتی که در همین جا زندگی میکنن، قطع نظر از کدام قومیت و ملت و یعنی زبان و دیگر، مادامی که همین جا زندگی مادامی که خون نافشون اینجا ریختگی هستن، اونا فرزند همین سرزمین، فرزند همین کشور، فرزند همین ملت هستند، باید همیشه آرامی و یکدیگر فهمی و وحدت ملی رو با دست و دندان مستحکم بگیرند. چرا؟ به خاطری که وحدت ملی این آسودگی و آسایشتگی و احساسی تمامی نعمت ها هست و این یکی از بزرگترین نعمت هست. حالا آرامی کشور، آبادی کشور، پیشروی های کشور، چی دینی باشد چی دنیوی، چی مادی باشد چی معنوی، این همه رو اگر
انسان مسلمان شکر بگوید، در نتیجه حلاوت و راحت و لذت این نعمت رو حس میکنه. ولو هستند بعضی انسان هایی که دویم کارشون گیج است، کارشون گیج است و ولوله، مثل این که آسمان در زمین چسبیدگی باشد، همیشه شکایت، همیشه یعنی بدبینی، همیشه بدگویی و همیشه بدخواهی. چرا چنین هستن؟ وقتی بگی شکر نمیگویم. کم نیستن انسان‌هایی که 60 سال دارن، 70 سال دارن و از دارندگی و دنیا و مال و ثروت و این چیزا کمی ندارن، لیکن دایی میبینید شکایت میکنند، این محرومم از این، محرومم از اون، محرومم. خب از یک دو سه محروم باشی از میلیونی دیگه بهره‌مند هستی، لیکن شکر نمیگویند، مثل این که از تمام نعمت محروم هستند. این تجربه حیات اثبات کردگی هست که انسان های شکرگزار آسوده و آسایشته و بسا در عین چی هستند؟ نعمت هستند. یعنی برای همین انسان شکر بیاد، انسانی فکر کند، انسانی که خیر، انسانی که همیشه نعمت رو شکر بگوید، همه نعمت هدایت، نعمت اسلام، نعمت قرآن، نعمت کشور آرام، نعمت پیشروی های این کشور، نعمت وحدت ملی، این همه نعمت است. وقتی شکر گفتید حس میکنید و حلاوت و راحت و لذت این نعمت رو درک میکنید که الحمدلله، الحمدلله که این نعمت دارم. و چرا اون انسان 60 70 سال از این محرومم، از اون محرومم، از همه محرومم، بعد بگید اکا و شما که از همه چیز محروم باشید، ولی حتی میگید هیچ خوردن نمیتوانم و هیچ خوردن نمیتوانستید، چگونه 70 سال شدید؟ یک بار شکر بگید الحمدلله، خدا را شکر 70 سال عمر دارم و خونه دارم، زن دارم، فرزندو دارم، سر لباس دارم، شکمم سیر است. نه مثل اینکه هیچ چیز ندارد. ناشکری، ناسپاسی انسان رو به بدبختی میبرد. وقتی انسان شکر نگوید مثل اینکه هیچ چیز ندارد. اما وقتی که مسلمان شکر بگوید، بگوید که الحمدلله، خدا را شکر، تمام قلبش پر از نور، قلب پر از نور و قناعتمند و راضی و آسوده زندگی میکند. من هر جایی بشنم که یک سال خورده هست، کوشش میکنم که یک زیارتش بروم، اگر اون تحفه ناچیزی هم باشد. بعد بعضیش ساعت 103 ساله را هم دیدم، بابا چی حال داره؟ نه الحمدلله. بابا کو مرحمت بگیرید؟ ای که بچه ما هم خوردیم که حساب ندارد، شما بگیرید. همین قناعتمندی از کجا با وجود اومده است؟ ببینید در اون 30 سالی که دیگه نه تقریبا بعضیش دیگه راه رفتن نمیتونن، انت در جای نشسته. حالا ببینید همونی که در جای نشستهش یکون کمی حرکت کند یا با کمک عصا است یا که آدم است یک حرکتی قدمی میزند، نمازش میخوند، چون راضی، خشنود، خوشحال، قناعتمند است که فکر میکنید همه دنیا در اختیار همین است. فکر میکنید که همه دنیا در اختیار همین است. چرا اینقدر همه قناعتمندی و رضیگی و خشنودی و خوشحالی است؟ به خاطری که شکر میگوید. میگوید روزای بدرم دیده بودیم، خدا دیگر نشان ندهد، روزای نیک دیدیم، الحمدلله، نعمتهای بیشمار هست، الحمدلله. من یک جمله از مرحوم قبله‌گاه هم رحمت الله علیه بگویم. بعد استقلالیت وقتی که حج رفتند و آمدند و کشورم آرام شد، در یک صحبت میگفت که
مسلمون اگر خودش رو از پایش آویزان کند شکر بگوید کم است. چرا که اونا رژیم سختی پیش از جنگ و بعد حالتی، یعنی پیش از شوروی و حالتی شوروی و انقلابی سرخ و این جنگ‌های شهر آرامی و جنگ شهروندی و بعدی جنگ، این همه حالات رو دیدم و اونو تحلیل داشتم. اونو همه نعمت رو فکر میکردم. برای میگفتن که اگر سرکلفو کنی خود و شکر بگویم کم است. که مسجدها شده همه میروند نماز میخوند، برادری و اخوت و دوستی هست، کسی امکانیت دارد حج میرود، کسی امکانیت دارد زکات میدهد و دینداری و دین و آیین همه آزاد است. باید مسلمان یعنی خوب وسیع فکر کند، دور فکر کند. مهم اساس بینندگان عزیز گرامی، اگر میخواهید که حلاوت راحت و لذت نعمت رو درک کنید، شکر اون نعمت بگویید. حتی شکر اون نعمت نگویید مثل اینکه اون نعمت ندارید. اونو خونه و در خونه دارید، هر وقت که خونه در اومدید بگید الحمدلله که خونه دارم. بسیار انسان ها اصلا اجاره نشین، یعنی سرگردان، آواره، در بدر خونه ندارم. سلامتی دارید الحمدلله که پای روان سالم هستم. در نتیجه شما حس میکنید که نعمت رو دارید و این نعمتتون با برکت میشد. حالا وحدت ملی هر وقت مردم تاجیکستان چی سال خورده چی نوجوان همه باید چیکار کند؟ باید شکر بگوید. اکثریت ما و شما هم اکثریت جنگ شهروندی و جنگ برادرکشی رو دیدیم. آتش زدن خانه ها و آتش زدن آدم ها و دیگر این همه بدبختی ها رو دیدیم. هیچ وقت باید مسلمان نه گذشته‌اش رو فراموش کند و نه تاریخش رو فراموش کند. باید همیشه خصوصا مردم مسلمان تاجیک باید دائم تاریخ گذشته‌اش رو بیاموزد و آینده‌اش رو بسازد. من در چندین صحبت ها گفته بودم چرا ما زیاده از 1000 سال یا کم، یعنی چند صد سال ما دولتی مستقل نداشتیم. آواره سرگردان همه همون علما و دانشمندا و اونایی که در سطح بین المللی ایجاد کردن برای بشریت انسانیت کار کردن. اون زمانه اسماعیل سامانی بود. اونا از علم و از علم و از دانشمند و از متخصص و قطع نظر از کدام متخصصی که نباشد حمایه میکردن، کفیل بدن، تأمین میکردن، شرایط مهیا میکردن، لابراتوری یا بگیم که کارخانه میساختن، سنجشگاه، تشخیصگاه میساختن. یعنی علم رو دستگیری میکردن. اون علم تمام امکانیت و قابلیت و مهارتش رو به مردم و به بشریت پیشکش کردن. برای همین باید که مردم تاجیک باید خیلی شور و زیرک و دورندیش و خیرخواه باید باشد. همین چند صد سالی که ما حکومت مستقل نداشتیم، برای چی نداشتیم؟ اینن حالا چطوری که در بین ما، نه اینکه فقط مردم تاجیک، دیگر قومیت و ملت ها گروه های تندرو رو با طور سنئی ایجاد میکنن، تشکیل میکنن. در نتیجه نزاع و نفاق و اختلاف و دیگر نه پیشروی است، نه منطقه رو یا اون کشور اون دولت رو با یک خرابزار به خون خاک میکشن. از کجا بعد دیگر
بعد اون ملت یا اون دولت یا اون منطقه یا که اون کشور باید پیشروی کند و استقرار داشته باشد و وحدت داشته باشد و دیگر. اون در ما هم نیستن انسان ها، یعنی کم نیستن که هستن بعضی انسانی که همیشه گیج میکنن و ولوله میکنن. دویم از گفتی و گپای مردم، گفتی مقال مردم که از زیر ناخن چرک میکوبن. همون چند صد سالی که حکومت نداشتیم همین بود. یا حکومت اسماعیل سومانی رو شما خوب میدونید که نبیرای اسماعیل سومانی رحمت الله علیه امیر عادل در جهان اسلام، در عالم اسلام همچنین یک امیر عادل شناخته شده بود. چرا حکومت اون برهم خورد؟ اکد و درو امک بچه ها بین، یعنی برای حکومت تلاش، برای یعنی حکومت گرفتن با راه غرضناک، با راه آسودنی، با راه علمی و منطقی و واقعی نه، با راه غرض و عداوت و دشمناگری حکومت پاشیدن، هم از دست رفت. بعد اون یک منطقه‌ای که کمی بخت می آمد یا یک شخصی که قابلیت دارد، نیت نیک دارد، مهارت دارد، فراست دارد، خیرخواه هست، عقل دارد، علم دارد، میخواهد آباد کند، یک نفر دیگر رو برای شکستن او آماده میکردن، او رو شکست میدادن. همین چند صد سال همین گونه، یعنی تاجیک‌ها آواره و سرگردان بودند و دولت نداشتند. برای همین مردم تاجیک، مردم مسلمانی تاجیک، هر جایی که هستند، داخل کشور، خارج کشور، همه باید متحد باشند. همه باید، یعنی مؤمن برادر مؤمن قبل از همه با دیگر مسلمان ها، خصوصا با مسلمان برادر تاجیکش دستگیری کنند، یکدیگر رو حمایت کنند، یکدیگر رو کمک کنند. رو بدبختانه گاه میشنویم که در خارج کشور بعضی از مهاجران تاجیکستانی یا تاجیک بین خود نزاع و نفاق و عداوت و دشمناگری و دیگر. این چی مسلمانی است؟ این چی تاجیکی است؟ کجا هست همون ننگ و ناموس و آر تاجیکی و مسلمانی؟ مسلمان با ننگ است، مسلمان با آر و ناموس است. یکی آر و ناموس داشتن از نشانه های دینداری و ایمانداری مسلمان هست. حالا خودت با مؤمن و مسلمانی چیز، با مؤمن و مسلمانی چیز، با مؤمن و مسلمانی تاجیکت وقتی که معامله نیک نمیکنی، با اون مؤمن و مسلمانی تاجیکت کی معامله نیک میکند؟ ولی مثال عادی، وقتی که فرزندت رو تو تربیه نمیکنی، فرزندت رو کی تربیه میکند؟ اون نفر دیگه هست که تربیه کند؟ نه، و باید فرزندت رو خودت تربیه کنی. حالا وقتی که تاجیک خودت رو، برادر مؤمنی تاجیک خودت رو دستگیری نمیکنی، برادر مؤمنی تاجیک تو رو کی دستگیری میکند؟ کی کامیاب میکند؟ برعکس پیشپا میدهند که میزند دهن بینی همه پری خون میشود. برای همین این ننگ آر و ناموسی مسلمانی هست که برادر مؤمنی تو کرد، برادر مؤمنی دیگر ملت‌هایت رو باید دستگیری کنی. عمومی همه مسلمانی قبل از همه فرزندی خودت، برادری خودت، قومی خودت، ملتی خودت دستگیری میکنی. اینا همه که دستگیری دیدی که دیگر جا هم هست با دیگران هم، یعنی همچون مؤمن، همچون مسلمان، همچون برادر یا همچون انسان باید که کمک کنی، دستگیری کنی، معامله نیک داشته باشی. این همه از ایمانداری هست. خداوند عزوجل میفرماید در قرآن: استعیذ بالله واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم. شما بر اسمان الهی چنگ بزنید، متحد باشید، هرگز تفریقا نکنید، هرگز اختلاف و فتنه انگیزی نکنید. صحابی خیلی قابلیت و مهارت سیاسی داشتن، لیکن از خدا میترسیدن. بعد میگفت هر وقت میگفتن که
لولا الاسلام لمکرت مکرا لما طاقت العرب. اگر از خدا نمیترسیدم حالا در بین عربا چنان فتنه میکردم که عرب طاقتش رو نمیکرد. فتنه میکردم که عرب طاقتش رو نمیکرد. دیدید فتنه های اخیر چی شد؟ چند کشوری مسلمانی، عربی، همه اونو برادر مؤمنی ما هستن. برای همه اونو دل ما میسوزد. برای همه اونو ما دعای خیر برکت میگوییم. عراق رو ببینید چند میلیون کشته شد. لیبیه رو ببینید چی شد. سوریه رو ببینید چقدر خون ریخت، خون ناحق ریخت. چقدر انسان ها زنده زیر تیر توپ و خانه ها و بنا و ساختمان ها و دیگر مون. غزه رو ببینید چی شد. چند هزار کودک زیر خاک زنده به گور شد. زیر بیناها و ساختمان ها و زیر ساختمان ها زنده به گور شدن. برادران الاسلام، مسلمان باید فکر کند که نزاع و فتنه چی میارد. نزاع و فتنه چی میارد. اونایی که نزاع کردن، فتنه کردن، ناآرام کردن، چی دیدن، چی شدن، چی دارن فعلا؟ آرزوی آرامی رو میکنن که این آرامی دیگر به آسانی به دست نمیآید. آرزوی آرامی رو دارن، آرزوی برادری رو دارن. این برادری وقتی که فتنه که اومد دیگر این به وجود نمیآید. برای همین پروردگار میگوید که چیز؟ واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. نفاق و فتنه و تفریقه و فتنه انگیزی نکنید. ببینید این همه کشورهای این جنگ زده مردم از مرگ گریختن به سوی مرگ رفتن. چند هزار انسان در بحر رو یعنی چی شدن؟ به نام نشان رفتن. چند هزار. لولا الاسلام لما طاقت العرب. اگر میگوید از اسلام بخبر، اگر با خبر نمی بدم، از عذاب قبر نمی ترسیدم، از عذاب روز قیامت نمی ترسیدم، از عذاب جهنم نمی ترسیدم، فتنه می کردم که دیگر عرب طاقتش رو ندارد. اور ببینید چی فتنه هایی شد. چقدر کشورهای عربی سوخت و خون و خاک کشیده شد. مسلمان باید فتنه نکند. مسلمان باید فتنه‌گر نباشد. مسلمان باید متحدگر باشد. مسلمان باید سرجم کن باشد. مسلمان باید متحد کن باید باشد. علیکم السلام. مرحمت گوش میکنم. اختلاف مذهبی در جامعه چی خطر دارد؟ اختلاف مذهبی در خدمت. سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ نه. خدا خیر برکت یاد. سلامت باشید. موفق باشید. خب اختلاف مذهبی برادران عزیز، یعنی چرا ما میگیم که یک مذهبی عامل اساسی، یکی از عامل‌های اساسی متحدی و وحدت و برادری و اخوت و دوستی هست. بسیار کشورهایی رو که نورم کردن، یکیش نمیدونم که حالا دیگر تکفیری و یکی دیگر سلفی و یکی دیگرش نمیدونم که حالا شیعه و حالا اونش باز دیگر اثناعشری و اینش اسماعیلی و اینش دیگر حنفی و اونش دیگر، با همین نام ها که اصل این همه اختلاف فقها رحمت برای امت هست، این رو گرفتن یک فتنه برای امت اسلامی، برای مسلمان ها کردن. اختلاف مذهب یعنی چی؟ خدا نشان ندهند. حالا میاد در گوش یک گم میخوند، میره در گوش مقابل یک گم. در تاجیکستان چند مذهب هست؟ حنفی ها هستن، اسماعیلی ها هستن، شیعه اسماعیلی ها. در گوش تو میاد یک گم میخوند، میره در گوش اون شیعه اسماعیلی دیگر گم میخوند. بعد میکند دو برادر رو، دو هموطن رو، دو دوستی نزدیک و دو عزیز رو دشمنی همدیگر. این است اختلاف مذهب. مذهب یک مذهبی یعنی این معنی رو ندارد که من مذهب دیگر رو نمیخواهم. نه، ما یک مذهبی دوی میگویه معنی رو داره که تحملی دیگر طرف رو هم یعنی تحمل داشته باشیم، با دیگر طرف معامله نیک داشته باشیم. اما واقعیت حقیقت رو میگوییم، اما
مقابل یا که دیگر مذهب رو انکار نمیکنیم، با اون معامله نیک میکنیم، ما اون رو با اون تحمل از روی یعنی چیز معامله نیک میکنیم. حتی ببینید قرآن میگوید که شما با غیر دین، با غیر مسلمان بهترین معامله داشته باشید، ولی که اینو مسلمان هستن، اهل قبله هستن، طرف قبله نماز میخونن، ولی میگوید با غیر مسلمان بهترین معامله داشته باشید. یعنی یک مذهبی یا اینکه اختلاف مذهب یا در یک مذهب یا که از روی دینی اختلاف آوردن، یعنی چرا این خیلی خطرناک است. حالا همون کشورهایی که ناآرام شدند و از اینجا هم بعضی از جوانای بی فرهنگ ما هم به واسطه یعنی ولوله های اینترنتی و یا که از مهاجرت مهنتی با دعوت های بعضی شخصان مغریض دعوتشون کردند و رفتن. چرا رفتن؟ اگر همون کشورهایی که یعنی همون گروه های غرضناکی که تشکیل کردند و برام دولت اسلامی و یا داعش یا دیگر اگر اینو میگفتن که جوان مسلمان تاجیک در همین فلان کشور 300 تن طلا هست، ما میخوایم همین 300 تن طلای همین فلان کشور رو غارت کنیم، بیاید شما یاردم کنید. یا اون کس میرفت یکون تاجیک یا که از ازبکستان یا از قرقیزستان یا از قزاقستان یا از افغانستان یا از دیگر کشورها میرفتن با چنین دعوت. دولت لیبیا، دولت عربی لیبیا در پسندازش 300 تن طلا بود. همسری مرحوم معمر قذافی از مال شخصیش 20 تن طلا داشت. کجا شدین؟ همه به یغما رفت، همه طلب و تروج شد. حالا اگر اون گروه های بدخواه برای ناآرام کردن یک منطقه با راهی مستقیم به غرض دین استفاده نکنن، بگن که ما یعنی چی؟ ما میخواهیم فلان کشور رو غارت ناآرام کنیم، بعد که ناآرام شد ما میدونیم که چی کار کنیم. شما بیایید یک جای این منطقه رو، خود تاجیکستان باشد، خود افغانستان باشد، خود کدام کشوری که نباشد فرق نمیکند، خود عراق باشد، خود سوریه باشد، خود لیبیا باشد، بیاید اینجا رو ما ناآرام کنیم، شما بیاید ناآرام کنید، ما میدونیم چی کار کنیم. تمام دورندگی های زیر زمینی و بالای زمینی اش رو ما میکشیم، غارت میکنیم، میبریم. یکون نفر میروه؟ نه. پس چی میگوین؟ سلا و کلا و ریش و بیرق و بد لا اله الا الله محمد رسول الله و مردم رو فریب میدهند و جوانان رو دعوت، ما دولتی عدالتی اسلامی میسازیم، عدالتی کیمچی و عدالتی و کجا دست ساختن همین عدالت؟ در کجا هست؟ در کجا کردن همین رو؟ چند هزار نفر جوانو قربانی این حادثه ها شدن، این فتنه ها شدن. کجا هست همون دولتی عدالت پروری اسلامی؟ باید مسلمان فکر کند. اختلاف مذهب همین است. یکی میاد تره در گوشت میگه تو مذهب، تو حنفی مذهبی، تو شافعی مذهب، یا که تو شیعه اسماعیلیه یا تو شیعه 12 امامه. بعد میکنن به این چیز. بعد اینا علما را نه، یعنی جوانای کم سوادی به فرهنگ به معلومات رو چنین یعنی فکرها در ذهنشون جای میکنن. در فکرشون جای میکنن مردم رو به هم دیگر با هم دشمن. یعنی خطری آن همین است. خطر آن همین است. خداوند عزوجل میگوید که چیز؟ استعیذ بالله ان هذه امتكم امه واحده. امتی اسلامی، این مردمی مسلمان، چی حنفی و چی شافعی و چی حنبلی و چی مالکی و چی حتی شیعه و شما مسلمان هستید، یک امت هستید، یک قوم هستید، همدیگر رو دستگیری کنید. یک چند روز پیش از یک کشوری دوست و برادر خبرنگارایشون اومده بودن،
و از من خواهش کردن که برآمدی داشته باشم. من اونجا قید کردم اگر اون کشور با ما همکاری داشته باشن، در ما چقدر سنگ‌های قیمت‌بها و اشیاءهای نادر بسا گرانبها و اونا توانمندی دارن و ما یعنی چیز اشیاء گرانبها داریم. اگر همکاری ها هم از یعنی هم در ساحه دینداری و هم ساحه اقتصادیات و هم ساحه سیاسی که همیشه همدیگر رو ما دستگیری کنیم، از دوستی کی ضرر دیده است؟ از برادری و اخوت و محبت و خیرخواهی و همکاری متقابلی مفیدی برای طرفین کی ضرر دیده است؟ همه منفعت میبیند. از دشمنی کی فایده دیده است؟ از دشمنی کی فایده دیده است؟ هیچ کس فایده ندیده است. از جنگ و خونریزی و از دشمناگری و چقدر جوانو رو در جنگ‌های کشیده ایستاده است، چقدر جوانو، چقدر زنها، چقدر کودک‌های معصوم بیگناه قربانی میشوند، چقدر مادرها تا مردن مینالند. این آسان نیست. با زبان میگوییم این درد را کسی حس میکند که اون غم رو دارد. برای همین پروردگار میگه شما یک امت هستی، شما همدیگر رو دستگیری کنید، همدیگر رو همکاری کنید با همدیگر تا اینکه آسوده باشید، آسوده زندگی کنید، برکت بیابید. لبیک. الو آوازتون نمیاد، دوباره زنگ بزنید. حالا خداوند عزوجل میگه استعیذ بالله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نشوید مثل اون انسان‌هایی که امت‌های گذشته که بین خود اختلاف کردن، نزاع و فتنه انگیزی کردند و همه پراکنده شدند و ناکام و بدبخت شدند. شما مثل اینو نشوید میگوید. الو شما نمیدونم برای چی آواز شما نیست. شما مثل اون امت‌های گذشته یک چیز است بینندگان عزیز گرامی، قرآن زیاده از 1 میلیون جا مسلمان رو با فکر کردن عقل رو استفاده کردن دعوت میکند. تو عقل استفاده نمیکنی، فکر نمیکنی، اندیشه نمیکنی. چرا اندیشه نمیکنی؟ چرا گذشته نمی آموزی؟ چرا آینده نمیسازی؟ این است مسلمان باید دائم در فکری ساختن و از خود اثر نیک گذاشتن و نشان نیک گذاشتن است. علیکم سلام. آزاد جان نظر خوبه؟ الحمدلله فضل خدا شما باشد. دو سوال داشتم. مرحمت. یکم سوال، آیا در قرآن کریم آیاتی هست که در موضوع وحدت ملی صحبت کند؟ دویم، نقش جوانان در وحدت ملی. خیر برکتی سلام باشید. سلامت باشید. موفق باشید. عیناً ما همین مسئله گپ می‌زدیم. آیه کریمه هست ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. و شما اختلاف نکنید، نزاع نکنید، شما پراکنده نباشید، همه متحد باشید به خاطر یک یعنی منفعت شخصیت، یعنی دنیا رو آتش نزن به خاطر که من دیگه کرسی بگیرم یعنی همه رو به خون و خاک نکش، به خاطر که من دیگر کنم یعنی همه رو یعنی عمومی مردم ضرر نرسان. متحد باش در حدود امکانیتت، یعنی همیشه متحد و چی باش؟ خیرخواه باش. حتی حالا جوانان میگوید جوانان یعنی چرا ما دویم جوانان میگوییم؟ به خاطر که چی؟ حالا پشخیری آیلای جوانان، گمراه شوی جوانان، معتاد شدن جوانان، بیمار نشدن جوانان، همه این جوانان رو دوی ما همیشه در نوک زبان است همیشه تاکید میکنیم. به خاطر چی؟
وقتی که حالا تجربه ندارن، زندگی و حیات و زندگی رو ندیدن. وقتی که حالا تجربه نیست، حیات رو ندیده است، از کجا میدوند که چی عاقبتی همین کاری که میکنه است؟ حالا اون یکی بنگ میزند و نمیدونم بعد گیره میزند و جوان است. یا اینکه حاضر میگن تبلیغ کوی یعنی چیز کیمچی نمو میگن، خدا نشان ندهد یک وبای عصر. همه همین رو کی میکند؟ اکثرا جوانو. به خاطر چی؟ به خاطر که تجربه نیست، تجربه حیات ندارن، علم ندارن، سواد ندارن، در زندگی پیشپا خوردگی نیستن، خود و دیگران رو هلاک میکنن. خدا نشان دهد. برای همین باید که جوان اگر به تربیه بماند، جوانان رو اگر پدر و مادر، خیرخواهای این کشور، زیایی‌ها و معلم‌ها، داملوها و خادمان دین اگر نصیحت نکنن، دشمنان ملت اونا رو نصیحت میکنن، میبرن سوء استفاده میکنن. باید که خوب هوشیار و بیدار و زیرک باید باشد، هم جوان هم پدر و مادر این جوان. علیکم السلام. استاد شما راضی باشد یک سوال داشتم استاد. مرحبا. استاد همین چگونه میتوانم وحدت رو نگاه داشت؟ همین چی کارو باعث میشود؟ چه عملو ضرور است؟ حضرت جان همین ابا میفهمونده؟ سلامت باشید، خدا خیر برکت. دیگه سوال نیست؟ همین مقصد همین وحدت خانه از خانه وابستگی دارد در اهل و در دوره اویلا که از جامعه همه میاد وحدت چگونه کارو قرار نکنه وحدت اولوی وحدت استوار باشد. بله سلامت باشید، خدا خیر برکت. سلام علیکم. سلام موفق باشید. یعنی وحدت از اویلا، به خاطر که وحدت در اویلا باشد، پدر و مادری مهربان و خیرخواه نسبت فرزندان. حالا بعضی پدر و مادری هستن، اگر کم هم هستن بیچاره اون کودکی برا سهر بیرونش میکنه، میگه تو بگر همینقدر سامونی بگی بیار. خدا نشان دهد. نه تعلیم، نه تربیه، نه یک مهربانی، نه جایگر، نه خوراکیگر. برا بیار خدا نشان دهد. بعد اون اویله برکت می‌آورد. یا اینکه اویله یک فرزندو همه سیر پیستند و اون پدر و مادر رو من قدر نمیکنن. بعد اون اویله بعد چیست؟ در اون اویله وحدت میباشد؟ نی. کدوم اویله یک یک واقعیت حقیقت بگویم، خوب دقت بدهید. در کدوم اویله یک کلانای اون اویله قدر ندارد، خودسالای اون اویله بزرگ نمیشوند، با قدر نمیشوند. در کدوم اویله بزرگسالا و پدر و مادر رو یعنی از خود بالاتر رو قدر نمیکنن، خودسالای اون اویله هیچ وقت بزرگ نمیشوند، همه خور و همه ناکام میمونند. یکی از عامل اساسی وحدت در اویله و در جامعه و کشور و وطن خیرخواه بودن، از پدر و مادر تا مربی باغچه کودکانه تا مکتب و تا دانشگاه و تا همه تا اکادمی تا تمام طبقه ها خیرخواه بودن نسبت همدیگر، همیشه پند اندرز و نصیحت گفتن. شما که نمیگویید، معلم نگوید، خادم دین نگوید، من نگویم، شما نگویید، شما نصیحت نکنید، دشمنان میگویند اون جوانان رو به مقابل خودمون سوء استفاده میکنند. دکرده چور است. ما که نگفتیم دیگران میگویند، دیگران که گفتن میبرند این جوانی به تجربه رو سوء استفاده میکنند. چقدر جوانای ما جان عزیز خود رو قربانی همون گروه های بدخواه کردن. با کدام رو؟ با همین روی گفتن. برای این پروردگار میگه استعین بالله و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین.
شما تذکر بدهید، بگویید، نصیحت کنید که این نصیحت شما، پند اندرز شما تأثیر دارد به مؤمنین، به مسلمان ها و انسان ها. لبه. السلام علیکم حضرت مفتی. علیکم سلام. حضرت یک سوال داشتیم. مرحبا. حضرت میگفتید همین وحدت تاریخی همین چی داره حضرت؟ وحدت یعنی چی؟ تاریخی حضرت، میراث تاریخی هست همین حضرت؟ باشد من پاسخ میگیرید انشالله. خب حضرت. سلامت باشید. دیگه سوال نیست؟ تاریخ داشتن وحدت چی؟ تاریخ داشتن وحدت وقتی که ما وحدت داشتیم، دولت داشتیم، آبرو داشتیم، بهترین علما و دانشمندا در سطح جهان به بشریت و به انسانیت و به جامعه و جمعیت پیشکش کردیم. وحدت، تاریخ وحدت همین است. وقتی که وحدت از بین رفت، پراکنده و آواره و سرگردان، همه هر جا آواره و سرگردان. حالی که وحدت باز به وجود آمد، وحدت ملی که به وجود آمد، حالا ببینید نیروهای برقی، نقبهایی که در 75 سال شوروی 10% و 5% رو نکرده بودن، در یک چند سال محدود چقدر نقبه و چقدر نیروهای برقی و چقدر ساختمان ها و کارخانه ها و دیگر همه شده ایستاده است. چی است؟ تاریخ همی است. حالا چرا اسماعیل سامانی رو به امیر عادل در تمام عالم اسلام در تحت تاریخ عباسی ها همچون یک امیر عادل یاد می شود اسماعیل سامانی؟ برای چی؟ برای که تمام ملت ها، نسبت تمام ملت های منطقه خراسان بزرگ، تمام قومیت ها و ملت ها مهربان بود، همه رو سرجم کرد، همه رو تربیت کرد، همه رو نوازش کرد، همه رو متحد کرد، وحدت به وجود آمد، همه آسوده زندگی کردن. حالا که وحدت هست، تمام ملت هایی که در تاجیکستان هستن، گوه بعضی بازارها و دکانها و مرکزهای تجارتی بروید، از تاجیک دیگر ملت ها زیاد هستند در کار و فعالیتی سودا و دیگر. این وحدت است، این نشانه وحدت است. در همین دوره جمهوری مرکز اسلامی ما چند تا غیر تاجیک کارمند داریم. از تاجیک ها یگان کمی ندارن، حتی حقوق بلندتر دارن که کمتر نیست، وابسته به علم و وابسته به قابلیتشون. این رو میگن وحدت. وحدت معنی رو ندارد که فقط تاجیک نه. اسماعیل سامانی اگر همه ملت و قومیت رو اگر زیر قنات نمیگرفت، نوازش نمیکرد، کامیاب نمیکرد، اون رو امیر عادل نمیگفتن. اگر فعلا در جمهوری تاجیکستان همه ملت و قومیت ها اگر امکانیت نمی داشتن، و پیشوای ملت رو همچون پیشوا قبول نمی کردن نمایندگان مردم. خیرخواه تمام کشور و تمام ملت و قومیت ها که هستن، برای همین مردم دوست می دارن. برای همین ملت و قومیت هایی که در تاجیکستان هستن همه دوستشون می دارن. برای همین عنوانی پیشوای ملت رو گرفتن، با بدخواهی و با بدکاری و با ترکیش و با کشتار و خونریزی جناب عالی و پیشوای ملت نمی گفتن. تاریخ همین است. با چشم سر دیده ایستادید. این همین تاریخش ها گذشته ها امیر عادل حاضر فعلا دیده ایستادید. من پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان، اساسگذار صلح و وحدت ملی، برای که همین ملت، این کشور، این سرزمین آسوده، مردمش آسوده باشند، همه دوست و برادر و وحدت ملی پابرجا باشد یا وحدت ملی به وجود بیاید، جان به کف دست گرفتن رفتن کابل
در همون سالی که جناب عالی رفتن کابل برای با مخالفین صحبت کردن و با یک اتفاق و با یک خلاصه آمدن با مخالفین، هر جون با کف دست گرفتن کابل تیر توپ میبارید بین گروه های یعنی اون کشور. حالا که هر دو طرف هم مسلمان، هر دو طرف هم حزب یا حرکت هایشون به نام اسلامی بود. خب ما دخالت نمیکنیم با کار دیگر کشور، با دیگر دولت، لیکن همچنین مسلمان دل ما میسوزه. بلکه افغانستان گفتم چند سال است که افغانستان ترکیش است، سوخته ایستاده است، مردم آوارن، سرسونن، سرگردون، قوم میاد دیگر رو ظلم میکند، اون قوم میاد ظلم میکند. هیچ نیست یک وحدت ملی. وحدت ملی این معنی رو ندارد که فقط یک ملت همه سرجم باشن، دیگر رو آواره و سرسون و سرگردون و زیری پا مظلوم نی. یک دولتی فراگیری که تمام قومیت و ملت رو سرجم و متحد میکند، میشود اون چیز وحدت ملی، میشود اون کشور آباد. همه طرف دست به هم میکنن کشورشون رو، خونهشون رو، کشورشون رو، وطنشون رو، دولتشون رو میکنن آباد. در دنیا با سر بلند میروند با افتخار و با غروری مسلمانی و انسانیشون کار و فعالیت و دوستی و همکاری و دیگر میکنن. یعنی وحدت ملی همین است. باید مسلمانان خصوصا تکرارم شود، تاجیکا باید هر جایی که باشند قبل از همه با هم دوست باشند، برادر باشند، همدیگر رو دستگیری کنند، نسبت همدیگر غمخوار باشند، برادر باشند. در نوبت اول، در نوبت دوم با همه برادر مؤمن و مسلمان، در نوبت سوم با همه انسانیت و بشریت خیرخواه و کمک و دستگیری و مهربان و خیرخواه. ولی ببینید وظیفه اساسی تمام پیامبران از آدم تا خاتم تا حضرت محمد علیه السلام، وظیفه اساسیشون چی بود؟ یک بار اندیشه کنید چی وظیفه داشتن اینا؟ پروردگار به اینا چی گفته بودن؟ به اینا چی امر میکرد؟ اینا چیکار میکردن؟ همین پیامبران خیرخواه انسانیت و بشریت، عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت این انسانیت و بشریت رو میخواستن. اگر چنین نباشد، رو ببینید در طایف وقتی که پیامبر علیه السلام رو سنگسار کردن، از پایهای مبارک خون میریخت. یعنی به دستی کودکا، بزرگسالای طایف کودکا را اشاره کردن، گفتن بزنید این مرد سنگسار کنید، بیرون کنید از این محل. خب زدن سنگسار کردن، از بدن مبارک، سر رو پای مبارک پیامبر علیه السلام خون میریخت، خونشار بودن. پروردگار ملائکه های وابسته به کوه را فرستاد، ملائکه الجبال اومدن گفتن که محمد اگر شما دعا کنید ما این قوم رو، یعنی طایف رو، مردم طایف رو، بین این کوهی که دیگر طایف در بین کوه هست، این قوم رو بین این کوه ها نیست نابود می، غیر از تاریخ بعدشون دیگر هیچ چیز نمیموند. از بس که پیامبر خیرخواه انسانیت به، حالا یک مسلمان در طایف نبود، یک مسلمان نبود، یک تا لا اله الا الله میگفتگی نبود. حالا محمد رسول الله هم نی لا اله الا الله میگفتگی نبود، یک نفر. لیکن اللهم هدی قومی فانهم لا یعلمون. پروردگار این قوم رو هدایت کن، این قوم رو هدایت کن، این قوم رو برکت بده، این قوم رو عزت بده، این قوم رو هدایت کن. اینا از روی اینو اگر اینو میدونستن که من پیامبر هستم، هرگز من رو سنگسار نمی کردم. او مسلمان تو چی میخونی؟ گجا رو میخونی؟ چی رو نگاه میکنی؟ گجا از تاریخت که در مسجد خنجر میزنی، در مسجد میتر کنی، نمازگزار به قتل میرسونی، کنی هم مسلمانیت. گجا هست همون امتی محمد بدند، فقط مسلمان میکشی. یک واقعیت دیگر بگم،
گفتم باز تکرارم شود، همه این گروه های تندرو رو همین گروه های تندرو رو گروه های غیر مسلمانی بدخو مبلغ گذاری میکنن، تأسیس میدهند، بجا میارن. به خاطر چی؟ به خاطر نکون کردن، بدنام کردن اسلام و مسلمان. فهمو؟ به خاطر بدنام کردن اسلام و مسلمان. چرا؟ به خاطر که اسلام رو تمام عالم آرزو میکند که روزگی پروردگار رو میخواهد، روزگی پدر و مادر رو میخواهد، پدر و مادر رو بالای چشم دیده همچون مغزینون میبردارد مسلمان، فرزند رو تربیه میکند، زن رو دوست میدارد، زن با زنش عشق ورزی و عاشقی با زنش میکند، نه با گرلفرند و دیگر یا بوی فرند. نظام عائله‌داری وجود دارد. مسلمانای غیر کشورهای غیر اسلامی چرا اسلام قبول میکنن؟ به خاطر میبینن که مسلمان یعنی یک نظام عائله‌داری، احترام پدر و مادر میراد از پیشونی مادر، از پیشونی پدر میراد بوسه میکند، دستی پدر دست مادر بوسه میکند، پدر هر چقدر پیر شد همون قدر قدر میکند. آرزوی اسلام این دین رو میکند که من هم نه درست پس پرونچک نشون برم دیگه سراغم نکنن در خانه، یعنی بعد مردنم بو گرفتنم بعد دیگر رو پیدایم کنن و ببرن گورم کنن. برای همین و مسلمان ها باید که بیدار باشن، شور باشن، زیرک شوند. از برادری و اخوت و محبت و دوستی چی ضرر دیدگی هستید که به نفاق نزاع یا که به فتنه و به گپی هر بدخواهی می روید. حالا گفتم که گروه های چیز، گروه های تندرو، همه این گروه های تندرو برای ناکام کردنی، برای بدبخت کردنی مسلمان، بدنام کردنی اسلام است. دیگه هیچ کار دیگر نیست. خب دیگه به چورایش که نمیدونن، حالا بعضی آدم دست این طریب قپیم از برای خدا کنده شرم کنید، از خدا بترسید. چون میکنید در صف مسلمان ها، در صف نماز مسلمان فتنه انگیزی کردن؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه اگر کسی به علم و قرآن و حدیث دست زند، فسادش از اصلاحش بیشتر است. کسی به علم دست به قرآن و حدیث بزنه، ما متخصصی رو نمیگیم، متخصص در نظر نیست. امام ابو حنیفه هم بسا زمان فتنه و نزاع و نفاق و خونریزی ها رو دیدگی هستن. نفاق و نزاع چیز مذهبی و دینی و دیگر او به آسانی به وجود اومدگی نیست. این متحدی مردم مسلمان اهل سنت و الجماعت 4 مذهبی بر حق میگوی، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیهم اجمعین. میگه کسی که چیز به علم و قرآن و حدیث دست زند، فسادش از اصلاحش بیشتر است. احتیاط باشید. حالا هم بعضی جوانایی که 4 حدیث 4 آیت رو مخصوص حفظ کردگی هستن، همه را دیگر گرزنی نمیمونن. از برای خدا قرآن 4 آیت نیست که آخی، حدیث پیامبر علیه السلام 4 حدیث نیست که آخی. امام بخاری رحمت الله علیه میگوید که من از 600,000 حدیث این 7,200 چند حدیثی رو انتخاب اختیار کردگی هستن که با تکرارایش هست. و امام غزالی رحمت الله علیه می نویسد که اختلافی که به تفریقه برد فتنه است. اختلافی که به فتنه به چیز تفریقه برد این فتنه است. و قرآن میگه که الفتنه اشد من القتل، فتنه از قتل بدتر است. و اتفاقی که به حق تکیه دارد رحمت است. امام غزالی رحمت الله علیه اختلافی که به تفریقه برد فتنه است و اتفاقی که به حق تکیه دارد رحمت است. اتفاقی که به حق، حالا بسیاریا ایراد میگیرن شما پیروی از امام ابو حنیفه، از گفتهای امام ابو حنیفه میکنید، ما پیروی از گفتهای خدا و رسول خدا میکنیم. دروغگوی کذاب دجال رو ببینید چقدر مردم رو آوازه و یعنی مردم رو آواره و پریشان میکنه.
در مذهب امام ابو حنیفه، در مذهب امام شافعی، در مذهب امام مالک، در مذهب امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم اجمعین، یگان عملی نیست که او خود از پیش خودش چیزی گفته باشد. فقط در اینجا ما میگیم که پیروی از چی امام ابو حنیفه میکنیم. یعنی چی؟ ما پیروی از گفته‌های امام ابو حنیفه نمیکنیم، ما پیروی از گفته‌های خدا و رسول خدا از همون قرآن و سنت میکنیم، با درک و فهم درست، با درک و فهم عالم ورزیده خیر القرون، با درک و فهم شخصی که صحابی ها رو دیدگی هستن، نشستگی هستن. بینندگان عزیز خوب فکر کنید. این همه به خاطر تفریقه و به خاطر فتنه است. فتنه اشد از قتل بدتر است. پس چی؟ میگن دانشمندان اسلام اکثریت کل خلاصه کردم من اینجا میگن که دشمن از در اختلاف میدراید، نه از در قوت. دشمن از در اختلاف. گوه میبینید بعضی که کیم که ایتری بود دیگر فقط کورشون گیج. دشمن از در اختلاف میدروید. ولی همون چنگیز هم که وقتی که بخارا اومد، بخارا بسا شهر مستحکم قوه، یعنی نیروی حربی قوی، همون اسباب انجام جنگی همون اصلی خود رو داشت، پیشرفته ترین اسباب انجام اصلی خود رو داشت. لیکن با روی که وقتی که تاجرها می‌درآمدند با پول، یعنی از همون اهل بخارا رو گفتن که شما یعنی این حکومت رو برهم بدهید، شما رو ما سری حکومت میاریم و با شما همکاری میکنیم. ببینید حالا بعضی انسان ها قد خر فراست ندارن. چکار کردن؟ بعد از داخل فتنه ایجاد کردن، با قتل و با خونریزی دست دادن و کاری کردن دروازه های شهر بخارا رو بروی چنگیز کشیدن. چنگیز درآمد همه رو قتل عام کرد. حتی کماندیرها و قمانداناش سرلشکراش اومدن پیش چنگیز گفتن که این همکار بود با ما. گو اگر این وفادار میشد به همون رهبر خودش وفاداری میکرد. وقتی که بر رهبر خودش وفادار نیست به ما وفاداری میکنه، قتل عام کنید. اهل بخارا رو همه رو قتل عام کردن، بخارا رو آتش زدن. اختلاف نزاع همین است برادران الاسلام. با ولوله و با فتنه و اختلاف و با شیطان صفت ها پیروی نکنید. خصوصا اونایی که در خارج کشور هستند و از زیادی از بینندگان ما هم از همون مهاجرت، از مهاجران میانتی هستند. عیب است چند هزار کیلومتر دور از وطن، از کشور در دور هستید و هم ملت هایی که متحد هستند. ببینید چقدر با عزت زندگی میکنن. متحد باشید، همچنین فرزند پدر همدیگر رو دستگیری کنید، خیانت نکنید. چهار پولی ناچیزی نمیبری به قبر بردش نمیتوانی. هم به خاطر چهار پولی به حرام که نزاع و نفاق یکدیگر آزار و اذیت ضرر میدهید، زهر جونت میشود همون مال حرام. با راه زوری و با راه فتنه و فریب وقتی که هم وطن خود رو، همشهری خود رو، برادر خود رو خیانت و ضرر و زیان میرسونی، زهری تنت میشود، 10 جایت رو شکاف سراخ میکند، میبراید. کمی دور اندیشه کنید. مسئله دیگری که از بینندگان عزیز خواهش کردن در نزد مسجد ها، از برای خدا وقتی که روز جمعه است یا که کدام وقتی نمازی که هست، شما راهی اساسی رو بند نکنید. این گناه است، نمازتون قبول نمی شود، عبادتتون قبول نمی شود. قول نگوید که این مفتی سفسطه میگوید. پیامبر علیه السلام میگوید کسی که اگر چیزی بد بوی خورده باشد، سیر یا پیاز، مسجد ما نیاید. وقتی یک چیزی بدبویی که آزار میرسوند به قوم، میگوید که جماعت نیاید، نمازش رو در خانهش تنها بگذارد، مسجد نیاید.
یا نسکی بوگین یا بغلی بوگین یا که دیگر چرا در نماز جمعه خصوصا سنت است غسل کردن او بازی کردن یا که خوشبویی کردن، بخاطر کسی رو عذر نرسونید. او شما وقتی که راه رو مخه میکنید در اون محله چند هزار انسان در زندگی دارد، یوری تعجیلی هست، بیمار هست، ضرور هست، میت هست، خرسندی هست، صد گپ و خبر هست در اون محل. راه رو مخه نکنید، راه رو که شده بمونید. هیچ گپ نیست 1 کیلومتر دور بمون باید قدم بزن ثواب بگی به هر قدمی گذاشته. او پیش یا که حاضرم بسیار انسانایی هستن که قدم میزنن، هم سلامتی هست هم هر قدمش اجر دارد. و دیگر مسئله که از بینندگان خواهش کردن که حالا رکلامه های بر دروغ، از برادری آورد یک نواری به من نشان داد. من چنون روسی رو که آرزو دارم که چنین روسی خوبی گپ زد، چند مدتی هست که تلاش دارم تا اینکه با زبان روسی آزاد صحبت یا که یعنی در کنفرانس ها صحبت داشته باشم، کوشش دارم که به اون درجه ولی نرسیدم. شاید در یک سطح بلند با زبان روسی گویا که من گپ زده شدم، مردم رو دعوت کرده شدم که با فلانی باشید، فلانی شما رو هر هفته اینقدر مبلغ میدید، دیگر. از این خبرهای بر دروغ احتیاط باشید. یک بار نفری هم زنگ زد به من، گفت حضرت او همین فلانی قطعی ما همکاری کنیم گارانتی میدید، شما کفالت میدید؟ کی است فلانی؟ او در اینترنت در نمیدونم واتساپ است، در فیسبوک است، نمیدونم کجایی، یوتیوب است. شما گپ زده دعوت دارید مردم رو که با فلانی همکاری کنید. استغفرالله. من درک ندارم، نمیدونم. این همه خبرهای بر دروغ از نوع پرزیدنت ها و از نوع مفتی ها و از نوع همه حالا خبرهای بر دروغ پخش کرده شدن. این خبرهای بر دروغ احتیاط باشید و خبرهای بر دروغ مبادا نشود که بروید تو اینکه ضرر و خسران و زیان ببینید. من حتی شخصا یک بار من خودم فریب خوردم. رکلام اعلان یک نمودی اسباب ورزشی بسیار جالب در نظرم اومد، زنگ زدم، برداشت تلفنش رو، من گفتم با فلان جا رو همین روان کنید پولتون رو میدیم. منش گفت آوردن پول دادیم، میبینیم اونا اون کار نمیکنن. بعد دیگه زنگ میزنم هیچ نمیگیره تلفنش. حالا همونی که فریب میکند فکر میکند که من برد کردم، یا همونی که میدزدد فکر میکند که من برد کردم. نه، خداوند از یک جای دیگه با او فریب خوردگی میرسوند، با راه حلال میرسوند. لیکن اون حرامخور حیاتی که دارد گدا زندگی میکند، حیاتی که دارد در خطر زندگی میکند، حیاتی که دارد خجالت است، حیاتی که دارد مثل چی میگن که قبیح هم شود، مردم میگن که سگ بینی شکسته زندگی میکنه. خجالت نکنید. همون دزدی که میدزدد اگر صبح بر وقت بخیزد بگه پروردگارا من امروزم رو با برکت بگردون، با نیت یک تکیه امید بخدت، با نیت لقمه حلالی با برکت، 10 برابری که میدزدد با روح حلال به دست میارد. نیت رو نی، قلب رو صاف و پاک، مهنت حلال، نیتی لقمه حلال کنید، تلاش کنید، پروردگار لقمه حلال رو برایتون میرساند. میوم اساس تلاش کردن است. و فکر میکنم که از وقتی جدا شدم موقعی گذروندیم و از خداوند عزوجل برای هر یکی شما عزت، برکت و سعادت دائمی و ابدی التجا و تمنا میکنم و از خداوند عزوجل التجا و تمنا میکنم که این وحدت ملی ما و امت اسلامی رو همه بین امت اسلامی اخوت و محبت و دوستی و برادری و یکدیگر فهمی رو همیشگی و ارزانی بگرداند، خصوصا وحدت ملی ما رو دائمی بگرداند و کشوری ما رو همیشه آرام و همیشه آباد و همیشه پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین دنیا و هموطنان عزیزی ما رو چی در داخل کشور و چی خارج کشور، خصوصا خارج کشور، همه رو متحد، همه رو خیرخواه، همه رو همه رو کامیاب و سعادتمند در پناه خودش نگه بدارد. همیشه کامیاب و همیشه موفق و همیشه سعادتمند باشید. سلامت باشید.